57% бародарони мо без подписка тамошо мекунанд. Подписатсия кунед бародаро, то ки аввалин шуда наворҳои моро тамошо кунед. در این کنار بحر یک شخص بینماز خواست که از این آب بحر بنوشد. فکر کرد که این آب شیرین است. وقتی میگوید در دهان خود یک مشت آب گرفت و انداخت و دهان او را نافار کرد، زیرا که آب بحر تیز است، تروش است. در حال میگوید همون آب پس گردانید در بحر پرتافت. از زمانی که آب این دهان بینماز در این بحر پرتافته شد، این مصیبت در بحر فرا گرفت. از یک آب دهان بینماز امروز در این داخل بحر مصیبت است. امروز حیوانها به حیوانها هجوم دارند، ماهیها یکدیگر را میخورند. از چی حساب؟ از حسابی که این بینماز آب دهان خود در بحر پرتافت. وقتی که اگر آب دهان او اینقدر ضرر داشته باشد، پس وجود او در بین این بالای زمینی که دور میگردند چقدر ضرر دارد. میگوید زمین روز 3 بار به سوی پروردگار زاره میکرده است: ای پروردگارا به من رخصت بده. چی رخصت بده؟ رخصت ده که تا 3 طایفه را در قعر خود کشم، عذاب دهم. خداوند میپرسید است: ای زمین اینها کیا هستند؟ میگفت است یکم کسانی که مردم را بیگناه خون میریزند. مردم مسلمان را بیگناه خون او را میریزند. این طایفه را من طلب دارم. و دوم این طلب من این است که کسانی که از زنا در بالای من غسل میکنند، وای به حال جوانی که زنا میکنی. زمین امروز مثل همون سگی که به سوی یک انسان غرس دارد، صدا میبرارد که وای کشاده کنند تا که وای کنده کند، پاره پاره کند. امروز زمین نسبت تو غضب دارد که پروردگارا آن موی سفید است، وای زن است، وای کمپیر است، دختری جوان است، جوانی جوان است. خدایا بر من اجازت ده تا که این طایفه‌ای که از زنا در بالای من غسل میکنند، اینها را من چیکار کنم؟ به فرو در شکم بی خود بکشم. اونا فکر میکنند زناکار که زنا کردم غسل کنم پاک میشم. تو پاک نمیشه. از زنا انسان پاک نمیشه، وای دایم جنوب است. آدم از کدام وقت پاک میشد؟ وقتی بازن حلالی خود میرسد. این حالت ده آب وای پاکیزه میکند. آب از وای نفرت دارد. سوم همون کسانی که نماز نمیخوانند، پروردگار را رخصت ده که اینها را من بر شکم بی خود فرو برم. یقین است ما و شما روز وارد قبر میشویم که این شکم بی زمین است. چی بدبختی است که اگر ما و شما خون یک برادر را ریزانده باشیم، یا چی بدبختی است که ما و شما زنا کرده و توبه نکرده باشیم. چی بدبختی است که ما و شما اگر نماز نخوانده باشیم. وای به حال ما و شما که قبر نسبت ما و شما چی احوالی بدی را در اونجا برقرار میکنه. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، حافظ میگوید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر رو نمرده به فتوای من نماز کنید. کسی که در دنیا میگوید اگر نماز نمیخواند، حافظ شیرازی میگوید که ای مردم به فتوای من این که وای نمرده هم که باشد جنازش خوانید که وای در قطار آدم مرده ها هست. جنازش بخوانید، گفتند که وای هلاک شدگی هست، وای مردگی انسان در بین مردم به شمار می رود کسی که نماز نمی خواند. خدا رحمت کند حافظه. باز میگوید شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. این شیطانی که امروز تمام امت اسلام وسواس میکند، از نماز باز میدارد،
این کثافت یک خطای کرده بود. وقتا این خطا را کرد، خودش را خدای زمین وقتی که خواند، خداوند ای را از درگاه چکار کرد؟ رانده کرد. گفت تو از درگاه ملائکه ها دور شو که تو ملعون هستی، تو لعنت کرده شده هستی، تو مردود هستی، تو مرجوم هستی. از این درگاه گفت این جای تو نیست. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. دیگر خطای شیطان این بود که وقتی خداوند آدم آفرید و گفت ای جمع ملائک، اون زمانها شیطانم در قطار ملائکه ها بود، گفت آدم سجده کنین. همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد. چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. پروردگار گفت مرا تو از آتش آفریدی و از خاک آفریدی. آتش لایق نیست که خاک سجده کنه. از روی این گفتار شیطان پروردگار از درگاهش رانده کرد. حافظ امین یادآوری میشد که شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر ز بینماز. او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. حافظ میگوید این شیطانی که دوزخی هست، کافر است، ملعون و مردود و مرجوم است، این از بینماز بالاتر است در قدر و فضیلتش، زیرا که وی آدم سجده نکرد، لیکن این انسان ها خدا را سجده ندارند. حضرت عیسی میگوید، بار میگوید به یک کوه گذشتم، نگاه کردم که بی نهایت درختاش میوه‌دار بود، چشمه های زیاد داشت و بسیار کوهستانش سبز بود. یک منظره خیلی خوبه بود. مردمش پیش من دویدن و بر من هر گونه مال دادن. من مالی اونها را قبول نکردم و بسیار با دولت محله بود. با اونها دعای خیر کردم و پس گشتم. 3 سال بعد باز به همون وادی گذر کردم. نگاه کردم درختها همه خشک، چشمه ها همه خشک شدگی. یک بیابانی تماما بگیم در نظر انسان نفرت آور اون محله را فرا گرفته است. کسی در اونجا زندگی نداره. و سوی پروردگار مناجات کردم، خدایا این چه منظره زیبا بود 3 سال پیش، چه حالت شد. از نزد پروردگار صدا آمد که در این محله بار یک آدمی بینماز در این چشمه های این محله غسل کردند، آبازی کردند. از حسابی گفت آبی بدنی همین بینماز این بستان سرا را ما چکار کردیم؟ به این خرابزار مبدل کردیم که این بینماز در این محله داخل شد و آب بدن این چی شد؟ در این بستان سرای ما داخل شد. این است وعید آدم بینماز. برادرای عزیز، ما و شما کار کنیم از طایفه آدمهای بینماز نباشیم. چه عذاب دردناک است، چی واخوری های ناخوب در روز قیامت برای آن کسانی که دنیا در بینماز از دنیا سفر میکنند. بینهایت عذاب دارند. وقتی در زیر بیرق فرعون و هامان و قارون و ابی ابن خلف باشد، پس دیگر چی جایی وصفش است؟ دیگر چی جایی بیان کردنش است؟ سعدی میگوید وامش مده که او بینماز است. آدمی بینماز میگه اگر نزد تو بیاید قرضدار، اگر یگان معرکه دارد یا میخواهد که از تو قرض بگیرد، وامش مده که او بینماز است. تو یک قرض دتی میگوید. برای چی؟ آیا سعدی رحم نداشت؟ آیا سعدی دلش به مردم نمیسوخت؟ وامش مده که او بینماز است، گرچه دهنش زفاقه باز است.
او قرض خدا نمیگذارد، از قرض تو نیز غم ندارد. حضرت میگوید اگر از گشنگی هلاک شود شما با وی قرض ندهین. میگوید زیرا که آدم بی نماز وقتی که نماز قرض پروردگار باشد، وقتی وی قرض خدا را ادا نمیکند وی پروای قرض تو ندارد. این از تعلیماتی پیشواهای ما و شما. من فتوای 4 امام به شما میگویم. امام احمد حنبل نسبت به نماز چی میگوید؟ این 4 صاحب مذهب هستند. دنیای اسلام در زیر این 4 مذهب قرار دارد. یکی امام احمد حنبل است، یکی امام شافعی است، یکی امام مالک است، یکی ابو حنیفه ما و شماست. همه اونا از ما و شماست. لیکن امروز که ما و شما در زیر مذهب ابو حنیفه هستیم، از این خاطر من میگویم که ابو حنیفه ما و شماست. امام احمد حنبل میگوید کسی که بی نماز است وی کافر است. دلیلهاش انشاءالله من جمعه آینده به شما باز در باب بی نماز گپ میزنم از آیات های قرآن. با چه آیت امام احمد حنبل این صاحب مذهب است، میلیون ها نفر در زیر مذهبش عالم ها و مولوی ها دارد، وی بی دلیل کافر نمیگوید، میگوید کافر است. امام مالک میگوید بی نماز کافر است. امام شافعی میگوید به زمیانی که بی نماز کافر است قتلش واجب است. این امام شافعی گفتند. این کتاب است، این نه کتاب حاجی میرزاست، نه کتاب یگان مولوی یگان داملای دیگه است. این کتاب خدا و پیغمبری خداست. این قول مجتهدان ما و شماست. امام ابو حنیفه چی گفتند؟ گفتند کسی بی نماز باشد وی زندانی کنید، زندان برین، در زندان 3 روز وی را محکم کنید و پیشنهاد کنید نماز قبول میکنی یا نه. اگر نماز قبول کند کشاده کنید وی، اگر نماز قبول نکرد نزد او طعام نگذارید، با همون گرسنگی در زندان هلاک شود. این قول امام ابو حنیفه است. هیچ قولش برای بی نماز خوب نیست، هیچ قولش، همش ضرر آدم بی نماز است. انشاءالله من باز ضررهای اینها را برای شما جمعه آینده خدا خواسته باشد آگاه میکنم. الحال یک چند برادرهای ما و شما یعنی طلب دعا کردن، میخواهم در حق اونها دعا کنم. یک برادر من در دوشنبه که بی نهایت جوان مرد است و بی نهایت سهم کلان برای طالب علم ها میگذارد، کتاب ها میخرد به نام عارف که اون برادر من هست، و طلب کردن که برادرها را التجا کن که من یک شخص بیمار هستم، در حق من دعا کنن. از این خاطر در حق این عارف جان دعا میکنیم که خدای مهربان این بنده خدا شفای کامل و شفای عاجل خدا نصیب روزیش بگردانی و هر یک همتی که در راه اسلام میکند خدا در نامه اعمالش کتابت کنی و خداوندا باز فرزندهای این عارف جان خدمتگار اسلام و خدمتگار پدر و مادرش بگردانی. آمین.